اصلا کارگردانیه که اصلا کاراش اصلا لوسه، جلفه، هر چی که هستش کلا اصلا جذابی هست. دقیقاً برخلاف میلی اکلاک. سوره رو بزن. آها رنگ آها عالی شد. اون یابوها چرا تایید میکنن اصلا این فیلم‌ها رو؟ میاد میگه سوپرگرل تاییده که آیرون من سیاه‌پوست شده، کاپیتان آمریکا سیاه‌پوست شده، شما همه اینا رو ببینید، هالک زن شده. هیچ امیدی به بقیه کاراکترها، به بقیه فیلم‌های دنیای دی سی و همچنین دنیای مارول ندارم. سلام به سینما دوستان عزیز. امروز با همدیگه اومدیم یک نگاه کلی بندازیم به دنیای جدید دی سی به مدیریت جیمز گان بعد از اینکه فیلم دوم این فرانچایز سینمایی یعنی سوپرگرل که خب خیلی دوستش نداشتن، همچنین نمره‌های خوبی هم نداشته، اومده اکران شده و خیلی‌ها تونستن در سراسر کشور ببیننش، حتی در ایران. ببینیم که اصلا این دنیای دی سی آینده‌ای داره، الان شروعش چقدر خوب بوده، اصلا شاید هم خوب نبوده از نظر من که. و اینکه کلی یه بررسی هم داشته باشیم که آقا چرا فیلم‌های ابرقهرمانی چه مارول چه دی سی در سالیان اخیر روح خودشونو از دست دادن. پس فعلا دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو فعال بکنید حتما، و اینکه یادتون هم نره انیمیشن بتمن و جنزی نسل زد رو حتما در کانال تماشا کنید، ساخت خودمون هستش، خیلی خوب شده. و اینکه قسمت آخرش هم تا چند هفته دیگه حتما در کانال آپلود میشه، بزنید. خب بریم با هم دیگه اصلا یک کلی ببینیم اصلا این دنیای جیمز گان چی بود، دی سی اصلا چیکار داره واقعا میکنه با این دنیای سینمایی. اول دفعه مارول خب ابداعگر این دنیاهای سینمایی، تایملاین‌های سینمایی بودش، با ام سی یو شروع کرد، بعد دی سی رو دستش اومد کپی برداری کردش، با دنیای زک اسنایدر ما کلی سال پیش رفتیم، اونم دنیای موفقی از آب در نیومدش، هیچ فیلمی به هیچ فیلم دیگه خیلی ربط آنچنانی نداشتش، یه سری فیلم‌های واقعا شکست خوردم داشتش در اون دنیا. در نهایت با هم دیگه تجمیع رسیدن، برکنارش کردن زک اسنایدر و در نهایت جیمز گان یکی از کارگردانای مطرح مارول که فیلم‌های گاردنز اف گالاکسی رو عموما نگهبان کهکشان و کارگردانی کرده رو بیارن و بکنن سردبیر در واقع کارگردانای دنیای سینمایی جدید دی سی. اولین فیلمشون هم قرار بود، اول فیلم سینمایی قرار بود سوپرمن باشه، ولی خب جیمز گان نخواست با سوپرمن شروع بکنه. اول دفعه سریال پیس میکری که خب کاراکتری بود که خودش خیلی خوشش اومده بود و اون اوور سریالش رو ساخت، 2 فصل ادامه داد. حالا بازخورد بدی نداشتش در کل بین بینندگان دی سی و کمیک دوستان، ولی خب حالا به هر حال دیگه شما فکرشو بکنید، شما فکر کنید که فرانچایز رو میخواین کارگردانی بکنید به عظمتی مثل دی سی با این همه سوپر هیرو و ابرقهرمانی که داره، ولی اولین انتخاب شما برای ورود به دنیای سینمایی، برای اینکه بری دل بسیار سینمابازان و عاشقان کمیک رو به دست بیاری، شخصیت پیس میکر. خب این خودش قدم اولش کلا خیلی قدم جالبی نبود. بعدش سوپرمن رو آوردش، هنری کویل نبودش و بازیگر جدید جایگزین کردش. حرکت بدی هم نبود دیگه، هنری کویل هم گفته بود من با دی سی خودش گفته بود کار نمی‌کنم، با مارول رفتم کاری کردش. خود بازیگر خوبی بودش، ولی از نظر من با اینکه سوپرمن فروش گیشه‌ای فوق‌العاده‌ای داشته، حتی نمره‌های بالایی هم داشته، از نظر خیلی از سینما دوستان و حالا منتقدای سینما، فیلم سوپرمن یه شکست در عرصه اصلا کمیک بوکی هستش. اینکه خب ما باید اینو بپذیریم که فیلم‌های کمیک بوکی بذات حالا یه سری عده خیلی خاصشون به هیچ وجه یک فیلم شاهکار در نخواهند اومد، مثلا در سطح فیلم‌هایی مثل 7 یا شاتر آیلند و حالا غیره یا گادفادر، ولی خب میتونن در یک سطح خوب و مطلوبی باشن. سوپرمن خیلی پایین‌تر از حد تصور ظاهر شد در فیلم خودش، فضا کاملا بچگونه، یعنی انگار برای کودکان زیر 8 سال این فیلم رو ساخته بودن، داستان کاملا مشخص بود قراره چه اتفاقی بیفته و یک سوپرمن به شدت ضعیف داشتیم. یعنی سوپرمنی که خب تقریبا یه خدای تو دنیای دی سی، یه کریپتونی، یه فضایی که فقط هر بار کتک می‌خوردش میرفتش و تکنولوژی‌ها بر خوبش می‌کردن توی کار سوپرمن دیگه، هیچ کاری نمی‌کرد، تو مش خون میومد ازش، از این حرفا دیگه. بعد از اون رفتش و گفت آقا من می‌خوام سریال گرین لنترن رو بسازم. گرین لنترن ها سریال جدید دی سی که قرار حالا اونم منتشر بشه در ادامه، اون رفتش روی کارگردانی کرد و فیلم برداریش هم داره میکنه و یه تریلر هم ازش داد بیرون. تریلر که یکی از ضعیف‌ترین تریلرهای کل تاریخ دنیای سینما از نظر من. بعدش فیلم سوپرگرل تریلرهای خوبی داشت، خیلی اوایلش با بازیگرش میلی اکلاک حال میکردن تا وقتی که دیگه کم کم اون بازیگر معلوم شد که اصلا پتانسیل شخصیت سوپرگرل رو نداره. ما اگه بخوام یه تعریف کمیک بوکی برای کسایی که حالا خیلی کمیک رو نخوندن بگیم، این که سوپرگرل در دنیای
DC در کمیک ها اصلا یک در واقع زنیه که خب خیلی قد بلندم هست، کلی قد بلنده، چون حالا بالاخره فضایی بوده می‌خواستن متمایز بکننش با زن‌های عادی و اینکه کلاً زن جذابی هست. دقیقاً برخلاف میلی اکدارک، یک بازیگری که قیافش بسیار شیطونه، به اصطلاح همین شیطون مغروره و اینکه کلاً هم 1.50 فکر کنم 7 سانتی متر قد داره، یعنی کلاً برخلاف سوپرگرل رو اومدن کاستینگ کردن تو این فیلم. ولی حالا کار نداریم مثلا. ولی جیسون موموآ رو بعد از نقش آکوامنش آوردن به نقش لوبو. خیلی دوست داشتم واقعا تو این نقش ببیننش و در نظر من در نهایت این به یک ناامیدی برای کل کسایی که منتظر بودن موموآ رو در نقش لوبو ببینن منجر شد، چون این شخصیت هیچی نداشت. اگه شما بازی جیسون موموآ در فیلم ماینکرافت یکو که لباس صورتی پوشیده بود و یه چیز فانی بوده شد بذاریم کنار لوبو که یه شخصیت تقریبا جدی‌تری هستش، قشنگ‌تری هستش، هیچ فرق شما نمی‌بینید بین این بازی‌ها و اصلا مسخره بازی کامل. تمت فیلم کاملا تم گواردینز آف دی گالاکسی، انگار قشنگ جیمز گون اومده فقط این نگهبان کهکشان از فیلم نگهبان کهکشان کشیده بیرون و سوپرگرل و لوبو رو اضافه کرده بهش. تم همونه، شخصیت‌های اضافی همونه و یکی از مشکلاتی که این فیلم‌های جدید ابرقهرمانی مثل د مارولز از سینمای مارول، سوپرگرل، سوپرمن این جدیدا دارن، یه نکته خیلی مهمیه که ویلن سازیشون به شدت افتضاحه. ویلن های اصلا فراموش شدنی. شما شاید از در سینما یا بعد از اینکه فیلمو میبینید و تموم میشه اسم ویلنه یادتون نمیمونه، حالا چه برسه که چیکار کرده، قدرتش چی بوده، کجا بوده. من خودم به شخص الان بگیم ویلن فیلم د مارولز کی بوده یادم نمیاد اصلا واقعا، چون یه ویلن مسخره‌ای بودش مثل همین فیلم سوپرگرل. ویلن اصلا احمقه، حتی دریغ از یک صحنه که بخواد مثلا بدی این ویلن نشون بده. یکی از کارهای کلیشه‌ای که یه سری از فیلمو میکنن اینه که بیان یه صحنه مثلا داره یارو رو شکنجه میکنه، یکی رو از یکی انتقام میگیره و فلان میکنه که بگن آقا این شخصیت بده. فیلم سوپرگرل همینم نداره و واقعا فقط اینکه اومده شو این سگ سوپرمن کریپتو رو مسموم کردش، یه چیز واقعا چرت و پرت خاله. یعنی مثلا فیلم اسمشو میذاشتن مریضی بیماری مسموم شدن حالا کریپتو، خیلی بهتر بود تا سوپرگرل دیگه. و سوپرگرل اکتاش به هیچ وجه شبیه یک ابرقهرمان نیست، به هیچ وجه شبیه دختر عموی سوپرمن نیست، مثلا شبیه یک تینیج آمریکایی الکلیه تو کل فیلم. یعنی همش مست میکنه، میره یه سیاره‌ای که خورشید قرمز باشه بتونه مست بکنه. خب این که کاری نداشت که یه شخصیت رو همینجوری تو خیابون ورمی‌داشتین، یه آدم عادی تو خود دیگه زحمتی هم نبودش جلوه ویژه بیارید، توی خیابونا تو بارا مست میکردش، ازش هم فیلم میگرفت. هیچ اصلا باری نداره اصلا این فیلم. راتن توماتوز هم بهش نمره افتضاحی 47 داده و حالا بقیه هم به هم صورت 53% هم داشتیم و حالا بقیه نمرات دیگه. کلا فیلم خوبی نبوده به هیچ وجه و اینکه من آینده‌ای رو با این رویه‌ای که جیمز گان گرفته، آینده خوبی رو برای دنیای سینمایی دیسی نمی‌بینم. اگه نظر منم می‌خوایم بدونین که احتمال میدم که دنیای دیسی چجوری با جیمز گان پیش بره، حتما ویدیویی به همین بعد صحبت من اگه نگاه بکنید که قشنگ متوجه بشین که قراره چه افتضاحی در دیسی رقم بخوره. با هم ببینید. I am entropy. I am death. I am dark side. کات این دیگه چه لجنیه دیگه. الان سینما رو بهتون یاد میدم. من جیمز گانم. اینو بگیر اسپرگر رو بزن. آها رنگ. آها عالی شد. حالا میریم برای ادامه. این بود از قسمت حالا ریویو و نقد. حالا این فیلم نقد که واقعا نمیشه گفت، چون فیلمی که آشغاله رو واقعا نمیشه نقدش کرد. نقد برای فیلمیه که خوبه بشینی صحنه به صحنه‌اش ببینی، نکات مثبت، نکات منفی، این اصلا کلا نکته‌ای نداره این فیلم کلی. به طور کلی هم این هم فیلم سوپرمن شاید یه لول از این فیلم بهتر بوده باشه، ولی اونم واقعا هیچ فرقی با این نداره. و اینکه حالا سریال بعدی لنتنزه، بعد فیلم سوم فیلم سینمایی فرانچایز سینمایی دی سی قرار فیلم ترسناک کلی فیس باشه. شاید بگیم که آقا ایول مثلا اومده به شخصیت‌های پایین‌تر بها داده، آره درسته اینم خوبه، خب ولی اینکه شخصیت‌هایی رو آورده که واقعا دیگه حد تصور خیلی پایینه. یعنی گفتش فیلم ترسناک مترسک یا اسکیرپرو از دنیای سینمایی بتمن شاید خیلی جذاب‌تر بود تا کلی فیس. بعد شما هنوز تو دنیای سینمایی بتمن نداری، بتمن معلوم نیست رو هواه. بعد کلی فیس یهو چرا اصلا فیلم خودشو داره الان تو دنیای گاتهام بتمنی هم مثلا وجود نداره کلا، یعنی اصلا
اصلا کلا صورت سوالو اصلا پاک کرده جیمز واسه خودش داره میسازه، هول داره میسازه و اینکه ولی کلا این الان باب شده نه تنها توی فرانچایز های سینمایی ابرقهرمانی، تو کل هالیوود باب شده که آقا باید یه سری مسائل حتما در اون فیلم ها جای بگیره، یک سری مسائل فمینیستی شدید، یه سری مسائل نژاد پرستانه که آقا ما مخالف این نیستیم که بازیگران سیاه‌پوست بهشون بازی برسه یا حالا حتی فمینیست ها، این که ولی دیگه بشن دیگه رول تمام عیار رو بقیه جلوشون احمق باشن، بقیه جلوشون ضعیف باشن و اینا به طرز عجیبی حالا قوی باشن یا حالا یه جوری باهوشتر باشن و اینا، این واقعا به نظر من درست نیست. حتی ما دیدیم تو فیلم‌های سینمایی مثل گلادیاتور یا حتی فیلم جدیدی که نولان قراره بسازه اودیسه قراره پخش بشه، به هر حال اصلا سیاه‌پوستا به طرز عجیبی تو این فیلم قدرت میگیرن. تو گلادیاتور یک دقیقاً حالا دیگه تو این فیلم برقه بود دیگه، یک خدمتگزار سیاه بود، خب برای اون دوران منطقی هم بوده، در دوران رومی ها اومده و قدرت گرفته، پادشاه کل اون فیلم شده. بگذاریم این هم از دنیای سینمایی که آیرون من سیاه‌پوست شده، کاپیتان آمریکا سیاه‌پوست شده، شما همه اینا رو ببینید، هالک زن شده، بعد کلی یک انبوهی شخصیت‌های زن و بدون برنامه. یعنی اگه همین شخصیت‌های زن با برنامه بودن شاید الان هممون خوشمون میومد از این شخصیت. مردها اصلا زنها، هیچ انسانی مشکلی نداره که توی یه فیلم شخصیت اصلی زن باشه، هیچ مشکلی نیستش در این. چطور فیلم واندر وومن یک بازخورد فوق‌العاده‌ای رو خودش به جای گذاشتش، یه فیلم واقعا خوبی هم بود در دنیای سینمایی و همچنین حالا خود بازیگرش هم بالاخره طرفداران خاص خودشو داره، ولی الان ما مواجهیم از انبوهی از کاراکترهای زن در دنیای سینمای مارول، هم دی سی که هیچ آرک و عمقش کاراکتر ندارن اصلا اینا، خب و همینجوری فقط میذارنشونو مثلا با تحقیر ابرقهرمان قبلی یا ابرقهرمان مرد این شخصیت‌ها رو سعی می‌کنن بزرگ بکنن، مثل آیرون هارت در سریال خودش که میگفت تونی استارک اگه پول نداشتش چون ال نمیشد بل نمیشد و از این حرفا. یعنی با تخریب شخصیت آیرون من که 20 سال سرمایه‌گذاری شد درش در سینمای مارول، میخوان فقط این شخصیت یه ذره عمق پیدا بکنه. خب این اصلا به مذاق هوادارهای خاص و هوادارهای قدیمی در واقع خوش نمیاد، ولی دیگه متاسفانه این رویه‌ایه که هالیوود در بر گرفته. خب این یه جورایی خیلی نرمال نیست این شرایط، یعنی که شما میخوای برنامه‌ریزی بکنی که حالا به نفع یک قشر خاص در سینما قدرت پیدا بکنن، در واقع نقش بگیرن. همچنین در دنیای سینمایی ابرقهرمانی من خیلی میگن که اونجرز دومزدی و حالا سیکرت وارز در بهترین فیلم سینمایی مارول بشن و اینا، ولی من مطمئنم که عمرن حتی به پای اونجرز یک هم برسن. اونجرز لوکی که سال فکر کنم 2010 یا 2012 اکران شدهش عمرن برسه، به خاطر اینکه بله دکتر دوم اومده شخصیت خفنی، حالا با ببینیم که اون اصلا چجوری میخواد مارول در بیاره. این از اولین نکته. دومین نکته این هستش که شخصیت‌های داخلش، من مطمئنم آخر این فیلم احتمالاً شاهد این خواهیم بودش که میس مارول و آیرون هارت و اون بلک پنتر، خواهر بلک پنتر که حالا بلک پنتر جدیده و حالا میس مارول با هم دیگه تیم اپ میکنن و با قدرت زنانگی و دوستی دکتر دوم رو در نهایت شکست میدن. احتمالاً همین رو خواهیم دیدش. خیلی اومدن میگن همچنین خود دی سی هی میخواد توپو بندازه تو زمین جیمز گان. کار ندارم، اصلا کارگردانیه که اصلا کاراش اصلا لوسه، جلفه، هر چی که هستش اصلا مهم نیستش. مگه تو اون وارنر خراب شده تنها آدمی که تصمیم گیرنده است این آقای جیمز گانه؟ نه آقا، این فقط سردبیر اون کارگردانای لعنتیه که بهش تایید میدن کاراشو. یعنی میاد یه دونه فیلمنامه مینویسه، حتی خودش هم پشتبند همه کارگردانا در میاد. کارگردان میخواد فیلم بنویسه، تایید آقا رو میخوادش. بعدش هم این میاد با بقیه مشورت میکنه، اون یابوها چرا تایید میکنن اصلا این فیلم ها رو؟ میاد میگه سوپرگرل تاییده. پس اصلا این یک چیز جمعیه، یک نظرات جمعی، یک کمپانی کاملا، نه فقط یه نفر تصمیم گیرنده باشه. دیکتاتور چه یارونی؟ دیکتاتور وارنر نیست، سردبیر کارگردانای در واقع دی سی شده دیگه. همین و این فیلم‌های زباله‌ای که می‌بینین تصمیمات جمعی کل اون کمپانی هستش. حالا خیلی‌ها میگن ممکنه بعد از همین سوپرگرل فاجعه ما بیام حالا یه تغییراتی بشه و فلان بشه و فیلم‌ها عالی بشه از این بعد. من جز فیلم بتمن 2 که ساخته مت ریوز هستش، هیچ که خارج از دنیای سینمایی جیمز گانه، هیچ امیدی به بقیه کاراکترها، به بقیه فیلم‌های دنیای دی سی و همچنین دنیای مارول ندارم، مخصوصا با این رویه‌ای که دارن پیش میرن. آقا تو جیمز گان واقعا چه سودی از این
کریپتونیا بردی، هم تو هم وارنر و دی سی. آقا هی کلیک کردن روی این کریپتونیا، سوپرمن، مناوستی، به اسمای مختلف هی فقط سوپرمن میسازن، سوپرگیر. الان فیلم سومی که لیت فیس، چهارمی سوپرمن 2. بابا سوپرمن 2 همین 6 ماه پیش اکران شده، سوپرمن 1 و سوپرمن 2 سریع یه سال بعدش اکران میشه. آخه اصلا این درست نیستش. این مشخص هول همون تیم از اون صحنه‌ای که داشتن سوپرمن 1 رو ول کردن، یه 6 ماه رفتن استراحت، دوباره اومدن فیلم برداری فیلم 2 رو کردن. همون فاجعه رو احتمالاً قرار ببینیم، بعض تا بدتر. و عمرن به این دی سی دل نبندین اصلا، نه به سریالاش نه به فیلماش. فقط تنها نکته خوبی که در ابرقهرمانی در فرانچایزاش داره پیش میاد انیمیشن سازی دی سیه که همیشه هم خوب بوده، چه در دنیای دی سی ای یو، دی سی انیمیتد یونیورسی که داشته که خدایی فیلم های انیمیشن های عالی داشتن، بتمن هاشو داشتن، بتمن رابین رو داشتن، مثلا فوق العاده ای بودن. سوپرمن آنلیمیتد بودش تو اون فرانچایز، هم پیوستن بودن، فوق العاده بودن. و الانم اومدن یه سری حالا فرانچایز دیگه شروع نکرد، تکی انیمیشن ساخت. بتمن نایتفال، بتمن کیپ کراسیدر که فصل دومش قراره بیاد، جوکر لفرایت فکر کنم قراره بیاد انیمه‌ایه، و دیگه حالا همینا قراره و ابسولوت بتمن هم قراره مینی سریالش بسازن. یعنی اصلا یه کارهای فوق العاده‌ای داره میکنه. شما تریلراش هم ببینید واقعا محشره. حالا مارول که اصلا انیمیشن سازیش تعطیله یه جوری میتونیم بگیم، ولی به هر حال دیگه من تنها امیدم فقط دنیای انیمیشنیه دی سی هستش. و به نظر من دیگه هوادارا شاید براشون فرانچایز سینمایی از ابرقهرمانا بسشونه یه جوری. ما الان داریم می‌بینیم فیلمایی که به صورت تکی ساخته میشن در استودیو، مثل جوکر با بازی عالی خواکین فینیکس، یکش شد دوش که حالا آشغال خالص بودش با لیدی گاگا، ولی یکش بسیار فوق‌العاده، اصلا یکی از شاهکارهای سینما میتونیم لقبش بذاریم. حتی فیلم د بتمن مت ریوز که حالا با ریدلر و پنگوئن بودش، یک فوق‌العاده سریال جداگونه پنگوئن خودش شاهکار. بعد حالا ما در گذشتن بریم سگانه بتمن نولان که همچنان هم بهترین و شاهکارترین فیلم ابرقهرمانی تاریخ هستش، مثلا د دارک نایتش. خب ما داریم اینا رو می‌بینیم، یعنی جداگونه ها بهتر جواب دادن تا فرانچایزی‌ها. چون چرا شما یه فیلم می‌سازی به نام مثلا تاندربولت تو سال 2023 مثلا 4 هرچی، خب طرفی که باید ببینه اگر آشنا نباشه باید بره 20 سال فیلم و سریال‌های شما رو ببینه تا بفهمه آقا این تاندربولت اصلا چرا الان اینجان، چیکار دارن میکنن، چی شده. توی فیلم خلاصه نمیشه. این حوصله سربر بازیدارا کم میاره، طرفدارا رو میاره پایین و شخصیت‌های زباله‌ای که در فیلم‌های الان داریم می‌بینیم. خب رسیدیم به انتهای ویدیو دیگه. صحبت‌های من و نقدمون در مورد دنیای سینمایی ابرقهرمانی تمام شد، ولی حتما نظرات شما برام خیلی مهمه. تو کامنت‌ها بگید که آقا اصلا با این دنیای سینمایی با این رویه‌ای که داره میره موافقین یا مشکلی ندارین باهاش، یا اینکه به شدت مثلا مخالف این رویه هستی، و اینکه حتی اگه فکر می‌کنید مثلا ایده‌هاتون جالبه که مثلا میتونه این دنیای سینمایی اگه مثلا این کارو بکنن جالب‌تر میشه، حتما تو کامنت‌ها بهمون بگین. همچنین اینکه ما چون کلی انیمیشن توی چنل می‌سازیم، انیمیشن رو خودمون می‌فهمیم، حتما تو کامنت‌ها بگین چه چیزایی دوست دارین، اصلا حالا موضوعایی که دوست دارین هم بگین، ما حالا سعی می‌کنیم که براتون بسازیم. راستی قسمت آخر بتمن نسل زد رو هم فراموش نکنید، 11 دقیقه شده، خیلی چیز قشنگی شده که یکی دو هفته دیگه قطعاً آپلودش خواهم کردش. تا ویدیوی بعد بدرود.